شما زمانی که به دنیا میاد یک پدر دارید و یک مادر، اما 2 تا پدر بزرگ دارید و 2 تا مادر بزرگ. عقب که برمیگردیم میشن 4 تا، 8 تا، 16 تا. 10 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1024 تا. 20 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1,048,000 نفر. و هر بار شما نیمی کم و بیش از پدر میگیرید، نیمی بیشتر از مادر میگیرید و به عقب که برمیگردیم میشه 25%. عقب‌تر که میریم میشه 12.5%. کمتر و کمتر و کمتر میشه. بنابراین همه ما در ایران بلوچ هستیم، همه ما در ایران کرد هستیم، همه ما در ایران آذری هستیم، همه ما اهل خراسان هستیم، همه ما همشهری حافظ هستیم، همه ما همشهری سعدی هستیم و فردوسی هستیم از نظر بیولوژی.